اینا پیشکونا را دیدین یا برای شما؟ هوا پوری کفتار شیرینه که چقدر کدر میغلطه نمیدونی. گانده بلان میپردن ها. این مدای زور ای گلوه سوچ کفتار بازا میدونن جی میشیدگیه. دوستای عزیز این کفتار کدومه که میگه چند ساله بیا بگیره برشه دیمکا. سلام علیکم برادرایی که در غریبی قرار دارین و حجت ندارین، نمیدونین که چه خیلی آزاد بگردیم. این هم بالا در نمره واتساپ یکم نمیمونم. این یکمو چیکار میکنه؟ استودنتسکی بلیت تیار میکنه. شما میتونین با استودنتسکی بلیت یک سال در لوبای شهرهای روسیه آزادانه بگردین. نگفتن اونا بارداره عزیز که زن مرد سن سال فرق نداره. درسا دیستانسیونی میگذارن با طریق آنلاین حرکت کنین. عینای ما گپ زنین چند فایز ارزان ترتون میکنن، هم کارتونا تیز بود میکنن. سلام علیکم دوستای عزیز، برادرای گرامی قدر، پادپیچکای مهربان. خیلی بعد کفتارا سیومکا کدگی نبودیم با همون خاطر آدمایی که کفتار بازن چند کسو کامنتر کردن که در اینجا یه بار کفتارات سیومکا که این حوض قفسایی که سیومکا میکنیم، این قفسایی که کفتارایی که نشون میتم در یکم سیومکا نبود دوستای عزیز. ما اینجا ژوکوان، دیمکا، سوچو یا بروزی تماشاشون میکنیم و درباره همش گپ میزنم. فقط کفتارای لیات میپریدگی که میگم چه خیلی میپرن کاملا که در کاره. دوستای عزیزی ما این کفتارایی که نشون میتم ژوکوان، ژوکوی گلوانوشکی میپریدگی میبینید بازی چوجا هم دارن. کفتار روزو پیسکون میگن. یه خوش رو تماشاشون کنین. یا کفتارایی که میپرن باز بیرنده با سرشون میتون با شوگتشون میکنیم. نه بلوگیشه بینید در تکم خواه این نروی مسته و کات کسی. اینا پیشکونا را دیدین یا برای شما؟ یا را ما توفا میکنم. یک موی مرد بیین کدومی که بعدا کده بودم که کفتار توفا میکنم. بیین ای ژوکام، ای دیمکام، ای سوچو برین پرونینو بعد ای پروندن با گم میزنیم. بازی تعریف نمیکنیم. یا بیرم برو رمشون دوستای عزیزی من. برادر عزیز دو تا قفس ده فقط ژوکوان. یکی موبایل ژوکو ده اینجا یک قفسه، اینجا یک قفس. دو تا باکینسکی موندگیم که بار تماشا کنین. اونم سرخا بگیم کراسنی و باکینسکی هم نه تخم دست کردیسن که یا چوجوشون بگیریم چی میپرده باشن. کفتار ژوک برادر از 20 ندارم، ممکنه یک 70-80 دانه دارم. دوستای عزیز این قفس 20 سال پیش ساخته بودم. کفتارای پیرم ستاریکو دامیجان دیمکا و دیمکاریا بیو. جا کفتار بسیار نیست، 10-12 دانه ای که کفتار بازا خوشان خوش رو میدونن. ستاریکو زاتودا همی جدن یک بار تماشاشون کنیم. می پریدگی های بچویی. عزیز قفسه بچه‌ای را مینا
برای شما دوستای عزیز نشان دادم. اینجا سوچا پابیتیو بعضن آدما بیتی میگن، کم کم چینی ها هم هستن. همه کفترهایی که اون قفسهایی که پیش نشان داده گیردم با نشان میتیم پیسکونای همیا بگیم زوتای همیا در اون قفسهای کلونا هم ابا جویوش اینجا دارم. دوستای عزیز این کفترم مودای زور گلوا سوچ کسال شده گیریم خیلی فقط با را نگاه میکنه. اینو ما بچه های قرغن کدام کفتر کم خیلی کسال شده نامش جیمی میمونم. جیمی شده اینه که من نگاهش دارم که سوچ شده گلوا سوچ نامشون چو کیسی. انا ای برادر عزیز پنجم قفس چینی چوباتی هم لیسی دارم هم چوباتی ستاریکو دا بجوی اینا ایشا بینین اینا ایستر باشیم که این طرف هم هستن. خلاصی که دوستای عزیز کدام میده که کفتر در کورای همین یک کمی مرد ایموی مرد بازدگاه نویا کشونیان پیشتره باختر حرکت کنیم بی. دوستای عزیز این کفترهایی که نشان دادم کفترهای بجوی آن بود. انشالله نوارای خوب نوارای نو و نو انتظار باشین. در امان خدا باشین تا دیدار.